محور مقاومت بزرگترین کلاهبرداری تاریخ تمدن بشر بوده. ثروت و دارایی میلیون‌ها ایرانی در طول نزدیک به نیم قرن به اسم امنیت و مقاومت و صادرات انقلاب دزدیده و از کشور خارج شده. یک دستگاه عظیم روابط عمومی و مجموعی از رسانه‌ها هم این دزدی سازمان یافته رو به اسم دفاع از حرم و تأمین امنیت و سربازی برای ایران توجیه کرده و مایه افتخار دونسته. واقعیت این است که محور مقاومت چیزی جز یک دروغ کاغذی بیش نبود که در چند ماه اخیر مقابل چشم همه مردم دنیا آتش گرفت و سوخت و خاکستر شد. تنها چیزی که مردم ایران از این نیم قرن سرمایه‌گذاری در سوریه و لبنان و فلسطین و یمن و عراق به دست آوردند، خاموشی برق و کمبود گاز و گرانی نان و نبودن گوشت و مرغ بوده. هیچ یک از بحران‌های امروز ایران طبیعی نیست. صرفاً پولی که باید صرف زیرساخت و آباد کردن کشور می‌شده به اسم انقلاب و مقاومت از جیب مردم ایران دزدیده و از کشور خارج شده. الان مردم ایران باید بیش از 1000 میلیارد دلار در صندوق توسعه ملیشون پس‌انداز داشته باشند، اما یک ریال سیاه هم ندارند. دستاورد نیابتی بازی جمهوری اسلامی به باور من برای مردم ایران این بوده.